این موسیقی یکی از موسیقی خلقی فولکلور بدخشان بود. آهنگ رقصی است، آهنگ شغنانی است. برای رقص استفاده برده میشد. ما کمتر از همین استفاده کردیم. موسیقی فولکلور شغنان. حالا یک برنامه تلویزیون سفینه در باره همین هنرمندان سالار سال خورده و کار دیده و برنامه تشکیل کردن. کمینه کمترین رو دعوت کردن تا که درباره ایجاد از کجا به کجا زادگاه من ناحیه حصار قشلاق دربت نام دارد. من در دهه دربت کلخوزی زرژینسکی ناحیه حصار تولد شدگی. روز تولدم 12 فوریه 1949. اصلا نام من در پاسپورت داکیومنتاسیا نام من پرتوخان است. نام من احمد خان غفار ولامتزاده ماندگیان. در فیلارمون دولتی گفته بودن که این نام شما کمکک و بیچاره تر با فامیلتون نامتون احمد جان، شما همیروز احمد جان محمدیوف. مادرم بریگادیر پخته بودن، پدرم سرمهندسی همون کلخوزی به نام زرژینسکی بود، فعالیت میکردن. ما در همین عائله تولد شدگی. از جوانی فقط کاربار ما همین دهات با چی است؟ گاو و مال، پخته چینی. وقتی پخته چینی میشد مکتب گفته گپ نبود. همین سر تا بیگانه کار پخته چینی بود. همین پخته که تمام شد بعد مکتب سر میشد. من در مکتب ابتدایی به نام تاجیکستان سوویتی نام داشت. تا صنف 8 در آن مکتب ابتدایی میخواندیم. بعد صنف 8 مرکز تردی بابا گفتگی بود. 9 10 11 در همان تردی بابا مرکز کلخوز بود. کلخوز ما یک ری پاییز میگذشت. ری پاییز بالا دهه ما بود. از ری پاییز دهه تردی بابا مرکز همون کلخوز زرژینسکی بود. در این مدت کروژاک مکتب بود. اونجا من تماما از موسیقی خبردار نبودم. در این مابین اگر یادتان باشد رادیوی پنسمه بود. حکومت هر خانه به میفورید نمیفورید، هر خانه به یک رادیوی پنسمه میگفتن میگذراندن. دایم اخبار و خبر در همون وادی حصار مثال در تاجیکستان چی گپ و خبر همون رادیو شب و روز و کشته نمیشد. دایم درگیران بود. کنسرت همون خبرها میدادن. همین یک روز نمیدانم صنف 4 یا 5 میخواندم. استاد زندگی ما یکم بار من همین سرودخانه همون کسا در همون رادیوی پنسمه شنیدم. خیلی شد که در همون آواز عاشق شده موندیم. بعد همون کروژاک رفتیم اونجا. عمر علی رجب گفتگی آدم بودن، راهبر همون کروژاک مکتب. بعد التماس کردیم ما گرفتن. رباب زدن و تار زدن و آموختن در اونجا. من بسیار بچه قوی بودم. مدت کوتاه با تار و رباب زنی کردم، از خود کردم. در این مابین اوج گرفت ذوق و هوس من نسبت موسیقی. بعد من مادر گفتم که من همین خیلی عشق محبت من همین موسیقی بر رفتگی من بریتان دوشنبه ده هم آموزگاه موسیقی یکم جا من خانم. انا مادرم در قشلاق یک 4-5 تا خواهرشان بود. 4-5 تا دیگه برادرشان بودن، معلم بودن. و به هر حال هزار که نباشد برای فرزند دلی مادر میسوزد. بعد گریه و ناله و بسیار کردم. بعد یک تا دادرشان تقای حیدرخان فریاد کردن. گفتن که این جیانت بسیار ناله و فریاد داره که من بریتان. من رنگ ظفر ناظم باید حافظ شوم. خندیدن گفتن آخه ظفر ناظم هر یک آدم به خودش دارد. ممکن حافظی خوب شوی، نه که ظفر ناظم شده نمیشه. خلاصه گپ ما به آموزگاه موسیقی شهر دوشنبه آوردن. تا دوشنبه آمدن من تار اسبابای موسیقی از خود کردگی بودم.
وقتی امتحان من پرسیدم که تو چی میخوای؟ من گفتم میخوام که من سرونده شوم، سرودخوان، حافظ شوم. بعد اونجا کمیسیه، اعضای کمیسیه شتگی گفت که برادر میبخشید، ما اینجا برای حافظی خیلی وای نداریم، دستور نداریم، همین خیلی فاکولتت نداریم، فقط وکال هست، آپرنی، بعد نوازنده، فورتپیانو، غیجک، تنبور، تار، رباب، تمام دیگه موسیقی هست نه که بغیر از سراینده محلی دیگه کارا ممکن. انا اکن در فکر غلطیدم که چیکار کردن در کار. سرایندگی قبول نکنن، من جواب میتین قشلاق میبین، قشلاق خراکتری قشلاق میدونیتون دیگه. میگن تو نتونستی، تو مزید نبوده است، انا توی قبول نکردن. بعد معلم ها دیدن، چلیکوما دیدن، گفتن همین غیجک با گفتن چلیکای شما بسیار عجیب، همین غیجک با اگر دلتان کشد شما غیجک نواز با میگیریم. دیگر ایلاج نبود. نواشم من غیجک ها تماما دیدگی نه. ریزاگی دادیم و بعد آموزشگاه همچون غیجکچی 4 سال اونجا خوندیم. بعد من چی خیلی بود که همین تیز از خود میکردم همین موسیقی و همین معلم من بابای گفته که معلم غیجک بودم و یا اکن فیلارمونیا ارکستر همه جا باخبر بودم. همون وقتا خیالم که این سالای 64 65 بود، بیهد صنعتکارا کم بودن، انا موسیقی نوازا هم کم بودن. بعد همین فیلارمونیا آوردن منو، همونجا همچون غیجک نواز کار موندن. فقط بعد مکتب، بعد از نصف روز فیلارمونیا آمده اینجا با مشغولیت میگذراندیم. سالها گذشتن، روزها گذشتن، انا آموزشگاه تمام کردیم به خوبی. سال 67 سال آموزشگاه تمام کردیم، دیپلمای ما ندادن. همون وقت فاکولتت صنعت شده شد در انستیتوت پداگوژی به نام تارас گریگورویچ شوچنکو، پد انستیتوت میگفتن. دیپلمای ما ندادن، راست همونجا سپردن، گفتن اونجا میخونه. برای کی وای نبود، کادر. همه ما تمام کننده همه همونجا بردن. بعد ما همونجا با برداشتن یک مکتب 60 آوردن. مکتب 60 با یک چند سال اونجا خوندیم. با آخران سال انستیتوت شده شد. آخران سال در اونجا انستیتوت تمام کردیم. همونجا هم من غیجک بخوندم. نه که یکم سال من حیران که همین سال خوندم و خداوند رضا نشد که یکم سال من غیجک نواز باشم. غیجک نواز حافظیم خبر شدن، گفتن غیجک کمانه شما حافظی کنید. غیجک نوازیتون و حافظیتون ما با در کارتر. با همچون حافظ اونجا چند تا انسامبل استاد زنده‌یاد ظفر نازموف، استاد عزیزی ما جورابک مرادوف انسامبل بودن. بود یک انسامبل ربابچی دختران بود، انسامبل شایسته آیتی، بعد مسلمه بایقی و شایسته ملاجان بود. من هوایی قطعی اول موندن. گاسترول دیگه مکتب هم فراموش شد. اونجا هم خوراک میداد، هم جای خواب، رنگ وای بود، حربی باریم بود. بیرون برآمدن ساعت 6 میخیزاندن. هر صنف خانه‌های بسیار بودن، پیانین موندگی، اسباب موندگی. از ساعت 6 تا 8 همه میفورد نمیفورد مشق کردن در کار بود. اونجا مشق میکردیم. ساعت 8 خوراک خوری بود. بعد ساعت 8 تا 9 خوراک میخوردیم. بعد درس‌ها سر میشدن، سالفیج، تئوری و موسیقی، باخ، بتهوون. خلاصه گپ جای تمام کردیم. بعد کار فیلارمونیا شد. بعد من وای بودم این بریگاده با این بریگاده، این بریگاده کجایی که نمیرسید من همونجا وای میکردم، داخل میکنندم. بعد این انسامبل شایسته ملاجان و مسلمان باقی و چی خیلی شد که و انسامبل جورابک مرادوف با گذراندن من. سال و ماها روزا رفتن گرفتن. کدام روزی انسامبل استاد زنده‌یاد ظفر نازموف با همه یک خواننده نمیرسید است و یا بسیار آدم جدی بودن.
اگر یکم موسیقی نمیرسید یا یکم حافظ یکم رقاصه نمیرسید، اگر میگفتن خیر روی بعد روی میکنیم، اون کس ریزو نمیشدن یا برهم میدادن گسترولا یا که و پر کردن در کار بود. استاد عزیز ما راهبر بدیعی فیلارمون استاد ولامزاده غفار ولامون من فریاد کردن که بچه‌م امروز انا شما ظفر ناظم فقط قرغان تپه میرید گسترول با 21 تا کنسرت دادن تون در کار. خیلی گفتیم ما محتاج کنسرت. همه جمع شده که بعد که ظفر ناظم فهمیدن همه خیلی سیاست سخت داشتن، آدم و گپ زده نمیتونست پیش آدم ده. گفتن که مرحمت ماشین ده ما فیلارمون اتوبوس و ماشینای خیلی فیلارمون بود، هر یک بریگاد یک ماشین داشته باشه. بعد شدیم قرغان تپه رفتیم کنسرت هر روز کنسرت. ناگفته نماند که من در همه مدت 25 سال 7800 کنسرت دادگی. وقتی سال 93 من پنسیه برآمدم، بوغالتر امان پرسیدن که شما میدونید که چند کنسرت دادگی؟ من گفتم من کجا دانم، همه کنسرت دادم که سواش گم و یا کاغذ داکیومنتاسیا همون گلاونی بوغالتر گفتن اکه اما جان شما 7800 کنسرت دادگی. گفتم خیلی ممکن این با غیر کنسرت خارجی و من روسیه هم رنگ قشلاقای خودمون بود، بلاروسیه و من اوکراین و من تمام اسر اونجا هم رنگ خودمون باره میفرستوندن گسترول و یا اینکه در حساب چی نمیدرومد. خلاص همین تا 93 فیلارمون کار کردم، یک روز مجلس کردم، فریاد کردم، مجلس میکردن، آدمای جمع میکردن. بعد که پنسیه میبرامد و چی خیلی میشد، بعد گفتن که احمد جان محمدیوف شما منو انا 25 سال همچون حافظ شما همین روز اعتبارا پنسیونر نفقه چی، لیکن گفتن ما دلیل دفتر شما دیده برآمدیم شما قریب 10-15 سال خواندگی مکتبای موسیقی با انا همچون نوازنده شما ما جواب نمیتیم یا غیجک نواز یا تار نواز فعالیت کنیم گفته. بعد خلاصه گپ قطعی استاد زنده‌یاد ظفر ناظموف انا اون ساله ماندگی هم 20 سال دیگه دوره کاری ده وقتی که من گروه ظفر ناظم گذراندم گسترول تمام شد. بعد رهبه میشتیم و قدای رهبه همین شکر آخری قروت آخری کرده می اومدیم. بعد اتوبوس در اومدیم استاد زنده‌یاد گفتن که احمد جان محمدیوف شما همین روز اعتبارا فراموش کنید دیگه بریگاد تا وقتی که من بودن یک جای کار میکنه من شما جواب نمیتیم. گپای ویا گپ بوده. بعد خلاص گپ تا آخر استاد زنده‌یاد قطعی با تا آخر یک جای کار کردیم. بعد استاد گذاشتن از دنیا، بعد ما هم بس کردیم. راست گپ سین سال هم به یک جا رسید. همین سین سال که وای شد آدم با وقع گریزان میشه دیگه، همون موسیقی و همه سین سال خیلی وابسته. این جوانی با کار و بارش تماما دیگر خیر حاضر نفقه خور نبیره فرزندا. من همین تجربه کاری و ایجادیاتی ما همین هنر یک خوبیش همین که بسیار خارجی ها رفتیم، هنرمند جهان بینیش خوب میشده است. بسیار مملکت ها رفتیم. این تاجیکستان خودمان که یکم رایان نرفته باشم 10-20 بار رفته که هر یک ناحیه با روسیه هم همون خیلی همین جهان بینیش خوب. کوچه ها با هم میبینن، عزت و حرمت قطعی یک سلام علیک. من از همین کسبیتی که انتخاب کردم از زمین تا آسمان منتدار. زنده باشم. یکمین شاگرد من مقدس نبی بودن، دویمین شاگرد من یک عمر یک جای همین عزیز لاخته بودیم. یک شاگردای دوست داشت، شاگردی که من صدای این کسا دوست میدارم.
من همین 40-50 سال شد یک جایی هیچ من آوازی همین آدم سر نشدم. همین خانه خبرگیری میبینم بعضی وقت یا من میرم همین التماس میکنم که یک دو سه سرود خوانم گفته کریم بای نظرف شاگردان یک جایی این کسا سال 86 من انسامبل گنجینه وای کردم استاد زنده‌یاد ظفر ناظموف کادر جمع کردیم همش در کلمم بود جمع کردن استاد میگفتن که من با امید تو با تکیه کرده وزارت بگردن گرفتم که من انسامبل فولکلور با امید تو نشین همین یک ژورنال تگی من کلخوز به کلخوز رایون به رایون یک دو حافظ نامبر کنم یک روز کلخوز لینیزم رفتم حافظ کوی نوازنده کوی رقاصه کوی رفتم اما پرسیدم نمیدونستم اما لینیزم حصار کرجاکی همون کلخوز بود در آمدم که همون بچه های یاشتگی یک بچه نازنین همین خیلی زیبا همین خیلی خشت و پشتگی همین یک عجایب ده هم چیم هم غلطید شناسایی پیدا کردیم این کس عبیدالله کراماتوف در همونجا همون وقت بچه که یاش همین خیلی زیبا من در آمدم بعد سلام علیک کردم خیلی اینا من صحنه و تلویزیون رو وقتش میشناختم من اینا قط خیلی بعد شناسیدم این کس راهبری همون فعالیت بودن من گفتم که همین خیلی کافساده سرود خوان و نوازنده و اگر یکم عهد رسه یکم وای باشد خداتون هم دلتون کشد اگر بعد این کس گفتن که یک حافظ گفتن از دیهات بالا از کوشکک مزار هستن گفتن همین ویا میبین تاویستانا تویاد وای میکنن بسیار حافظی ما در محقلن یکم فعالیت در چیزا ندارن بعد گفتم خیلی منو برد بعد رفتم اونجا یک نانوای خانه بود است همونجا با سپون سعید بودیم بعد همین رفتیم شناسایی پیدا کردیم سپون سعید عمر وفا نکرد بعد سپون سعید اونجا گرفته آوردیم ظفر ناظموف پیشنهاد کردیم معقول شده چند وقت ها همون دوره نوتنجی کار کردم بعد نوتنجی شد سال انسامبل ما سالکک وای شده صفت خود گم کرده باشم 70 تا رقاصه داشتیم کریم جان 70 تا رقاصه داشتیم 30 تا حافظ اینستیتوت تمام کردگی 30 تا نوازنده همین که می رفتیم همین پر میشد همون فیلارمونیا دیگه در فیلارمونیا هم نخونجن تئاتر تاویستان ها آوردن و کریم جان بعد اونجا مشق میکردیم من اگر یکم سوالا باشد استاد محترم من اینجا ما حاضر درباره ترجمه حال شما بسیار خوش گوش کردیم یادداشت ها بسیار است همراهی شما وقتی که همکاری میکردیم من یادم هست که سال 1986 وقتی که انسامبل فولکلور اتنوگرافی گنجینه تشکیل شد ما همه در اونجا هنرنمایی میکردیم و همون سال دهه ادبیات ازبکستان در تاجیکستان شده گذشت و اونجا تمام هنرمندای ازبکستان با تاجیکستان تشریف آورده بودن و از اون جمله یک هنرمند وقتی که ما در فیلارمونی همونجا مشق میکردیم هنرمند از ازبکستان الیاس مالایف در آمدن با ما شناسایی کردند و شوهر محبت شمایeva بله شوهر محبت شمایeva و در اونجا اون کس هنری خودشون رو بسیار یک نازکانه با یک درجه بلند نوازش اجراش کردن و در همون لحظه استاد ظفر ناظم مرحوم استاد ظفر ناظم شما رو گفتن که احمد جان کنی تو رو گیر شما یک هنری خود رو نشون دهید و وقتی که شما با همین یک هنری بلند با یک صمیمیتی بلند همین اسباب تو رو نواختید اونجا با همین الیاس مالایف از جای خود خسته گفتن که از همین روز شما استاد من هستید گفتن بود همین لحظه بود که خاطرمان بسیار لحظه خاطرمان بود من چی گفتنیم از اون که شما در نواختن من این اسباب تار بسیار یک مکتب خاصه خودتون را دارید زنده باشید تار رو به همون
дараҷае менавозед ки тамоми гармонияҳои мусиқӣ ро шумо алоҳида дар онҷо навозиш мекунед. ман як савол доданӣ ҳастам ба шумо устод. алон ки ҳамин асбоб як чхеле ки гуфтам мактаби хосаи худро доред, аз ягон мактабҳои мусиқӣ ёки институт ёки ҳамин омӯзишгоҳҳо ба шумо пешкаш карданд ки ҳамин мактаби шуморо ҳамонҷо омӯзиш кунанд? бале бале, мактаб интернати ба номи Мирратулло Атоев, онҷа ҳам фаъолият кардем, як 5-6 сол хеле шогирдо тарбият карда баровардем. онҷа аллакой шӯъбаи анъанавӣ кушода шудагӣ буд. ин анъанавӣ набуд ки солҳои пеш, давраи пеш, давраи ҳукумати шӯроида анъанавӣ гуфтаи гап набуд. ҳозир худо ба шукр мана консерватория ба шӯъбаи анъанавӣ аст, институти санъат ба онҷа шӯъбаи анъанавӣ, ҳама ҷо ба мактабҳои мусиқӣ ба шӯъбаи анъанавӣ аст, истифода мебаранд бисёр чизо онҷа. устоди азиз, як суол доштам. ҳамин ҳар як ансамбл як равияи ба худ хос дошт. бале бале, ҳамин вақте ки дар радио телевизион ҳамун садои ҳамун мусиқӣ мебаромад, аллакай медонистем ки кадом ансамбл менавозад. бале бале, ана чашмаи восе бале, як равияи ба худ хос дошт, ё ки гулшан равияш дига хел буд, боз суғдиён ташкил шуд дига хел. ҳамин ганҷина гурӯҳи навозандаҳош як равияи ба худ хос дошта, пур буд ансамбл. вақте ки мусиқӣ садо медод, кадом ҳунарманде ки намехонд, мо медонистем ки аллакай аз мусиқӣ сар мегуфтем ки ансамбли ганҷина. бале бале, ҳамин сири ҳамун тавъамии ҳамун ҳунармандою ҳамун санъати баланди иҷроиш ҳамун ансамбл дар чӣ буд? ҳама чи аз роҳбаро вобастагӣ дорад. вақте ки ҳамин навозандаҳо ва ё ба худ гирифтем мо, роҳбари ҳама ансамбли мусиқинавозо Нуралӣ Додарбеков буданд. он кас бисёр дар ҳамин роҳ ҳамин худодод буданда. он кас масъалаи ансамбл як ба як, парда ба парда, нота ба нота машқ мекарданд. бисёр коргари фаъол буданд. бари вай ҳамон ансамбла ба по рост мондагӣ ҳамин Нуралӣ Додарбеков буданд. мана Холмурод Тағоев наиба буданд. мана Каримҷон, беҳтарин садо, беҳтарин овоз, ино ҳамун субҳонқати якҷоё вай буданд. ман инои номошона Ҳасан Ҳусейн ном карда будам. хонданошон ба якдигар монанд буд. устоди зиндаёд Зафар Нозим ҳам гуфт ҳамо Ҳасан Ҳусейна файрод кун, сояи Зафар Нозим будем вохе. баъд ино меомаданд, бисёр фаъол буданд, бисёр овозҳои хушрӯ, мана талант, ҳама тарафа хуб буданд. ҳамин ансамбли мода ҳамин як группа ҳофизо тамом кардан. ҳаётой Мумия, Олим Бобоев, Зебо, Моҳрухзор, ҳамин худованд кора туғри кард, ҳамин ансамбл пур шуд. ҳама ҳофизои хуб, навозандаҳои хуб кор ба дуромадин бегалстук намемонданд. сар барвақт меомадану галстукое пӯшида ҳама мешиштанд. вайда сурудхона алоҳида, раққосо алоҳида, роҳбари раққосо Гавҳар Мирҷумаев буданд, ан навозандо Нуралӣ Додарбеков буданд, ҷошон ҷаннат шава. бисёр ободиҳо карданд, бисёр кораи хуб карданд. Чилахон буд, бисёр фолклорхони хуб буд. салому дуруд устоди азиз, мо медонем дар баробари сароянда буданатон, навозанда буданатон боз як эҷодкори хеле хуб ҳастен ки чандин сурудҳо эҷод карден барои устод Зафар Нозим, боз сурудҳои халқиро такмил доден. хоб ҳамин ҳамкориҳои устод Зафар Нозимро аз кай шурӯъ карден ва аз кай дар худ дарк карден ки шумо як маҳорати оҳангсозӣ, бастакорӣ, яъне ки эҷодкорӣ доред? мо рости гап аз соли 67 ҳамроҳи устод Зафар Нозимов фаъолияти кория сар кардем. рости гап ҳамин манбаъ кам кам ҳамин аввал вай буд. ҳамин худам ба худам эҷод мекардам, ҳамин одамода маъқул мешуд. аввал як суруд хондам: «Э дил ба кӯи ӯ марав», оҳанг аз бехуди ғавғо макун, худро моро беш аз ин дар ошиқӣ расо макун. ҳамин суруда хондам. ҳамин суруд дар ҳамун замону асри худаш дута нафар шогирдо
گفتن که ما همیشه خیلی که من ظفر ناظم رو شنیده علاوه گرفتیم، حرکت به سوی موسیقی شد. همین کار در همین دو کس من در خودشان گفتم. یکم شاگرد کرامت الله قربانوف، همین سرود شنیدم گفت من ذوقی صنعت من پیدا شده گفته، بعد پس همین صنعت شدیم. دویم شاگرد لطف الله دولتوف گفت همین کنگورد به کنسر رفته، همین موی سر بلند، همین پوشیدگی قطعی مادر کنسر ده بودم. گفت هر دوشان که یک خیل گپ زدم. بعد گفتم هم لطف الله که همین مادر ده گفتم که آچه جان من حافظ میشم حتما، انا همین خیلی حافظی میکنم، همین خیلی حافظ میشم. گفتم اما خداشان من به نقل کرده گفتگو بودن همین ده، انا همین کم کم پیدا شد. بعد همین استاد من قبول شدم اون چیزایی که من اجرا میکردم. این استاد بسیار آدمی سختگیر، من یکم بار نگفتن که من دا آهنگ برار سرود میبرارم، پیش من دا من بودم احمد جان کم سرود بین چی خیل میشد می نمیشد. من اونجا میفهمیدم که اون کس میگفتن که این سرود یکم آهنگ وای کردن در کار. یا بعضی وقت روزایی میشد که همیشه الهام همراه هست. بسیاری وقت در جوانی همین خیلی هست. من مثال من حاضر یک دو سروده همه انسامبل گنجینه قطع بودیم. بعد انسامبل هم تشتگی رقص ها الهیده، انسامبل الهیده، حافظا نکی نوازنده قطع یک جای بودن. بعد استاد دو تا سروده وای من دا موندن اونجا. امروز هم آمد بسا تا بازدید آفتاب، با یک سرود دیگه همین مابین نیم ساعت من همونجا دا وای کردم. همین استاد وای کردن و راهبر نورالی دودربیک هم قبول کردن. گفتن که استاد انا میخیر سر میکنیم مشقه. خلاص به همین آستا آمدن گرفت. بعد من خودم هم نمیدم، من حساب نمیکنم چند آهنگ چند زنده باشه. استاد احمد محمدیف ما از سالهای 70 همکاری کردیم. بله بله. با ناحیه دوردست و پنجکی سوخت طرف کلخاز آباد و غرم و قمسانگیر اون طرف جایی نرفتن نمون. جایی نرفتن نمون میگشتیم. بله بله. خیلی از شما سبق گرفتم رحمت به شما که من تمام نازکی های تارنوازیه من از شما آموختم. زنده باش. تمام اکارد های و زنده باش. عموما خدمت شما برای جدیت من خیلی هم بزرگ است. این زندگی همین خیل یک دیگر می آموزیم. مکتب درس میگذارد، تعلیم بسیار چیزای می آموزه، نه که ما زندگی هم مردم یاد میگیریم. باوری دارین که شما روزهای خوب و برکت گذراندید، لیکن هر یک شخص در زندگی روزهای بهترین و فراموش نشونده دارد. بله بله. کدام دورها برای شما روزهای بهترین، فراموش نشونده و باقی بود؟ اکنون راست گپ اینجا یکم جای پناهی نیست. حیات عمری من ظفر ناظموف خطی گذشت. من سایه ظفر ناظموف نام کرده بودم حقیقتا. نه که من این کار خفه نیستم، این کار خرسندم. ظفر ناظم قطعی من سر کردم، ظفر ناظم قطعی بس کردم. همه هنر صنعت اون کس از دنیا گذاشتم. من نمیدونم دلم خنک شد. این وای نخوای میره میگیریم وای میکنیم. اون غرور اون خواهش که اول بود همین با ظفر ناظم سر شد. با ظفر ناظم همون غرور کم شد. هزار بار شکر. همه تمام زندگی ما یک جا بوده. گاسترول می رفتیم یک جای با یک چمدان یک تور داشتم. می آمدم من خانم تور چمدان کودکا قطعی چند وقت یک ماه 20 روز 30 روز 40 روز همین کودکا یاد میکنم. همین میبینم حال چمدانه ندار آمدگی میبینم که استاد آمدن بچه‌ام رفتیم. او گفتم آخه اقام سنگیر آدم آمده است که رفتن در کار معرکه با همین خیل همین گویا که یکم روزی وای نداشتیم، خالی روز نبود. همین سهر خانه رو میخستم 100-200 تا تویدار کرپیش گرداگ میگفتن. یک پسیال که ارتیسا بود.
من در همونجا خانه دادگی بودم، خانه زمینکی بود. همه فیلارمونی هم می اومدم وای نبود، راحت نبود. آدم هم بلیچکا هم توی دورو و می اومدن میدوری. بعد سنی استاد گفتم استاد، و گفت جان، گفتم بیزار شده می؟ گفت از چی بچیم بیزار شدی؟ من گفتم آخه برآمده سحری خانه میبیم، همین خیلی فیلارمون میبیم، همین خیلی وای در تل و توپ، همین اینجا اونجا توی وای. بعد خندیدن استاد، گفتم بچیم تو خطا کردی. من گفتم در چی باره خطا کردم؟ تو هزاران بار شکر کنی که تو یک بچه دینانگی یاش. این قبلا تماشابین و تلاش دارن آدما با تو بودن و با تو مثال معرکاشان را باید تو باشی. هیچ عیادی من نبرا گویا که همین دینه گفته باشم. باور کن من همین خیلی روزا هم بود. باشید زنده باشید. استاد احمد جان محمدیوف، این نام بسیار برای ما نام عزیز است، برای که ما شاگردای استاد هستیم. سالهای 1974 ما وقتی که در آموزشگاه میخوندیم، همین در شهر افیشهای استاد میبرآمده با موی سری بلند، همین خیلی یک افیشهای زیبا انتظار میشدیم که کنسرت استاد میشود. در خاطر دارم که در تئاتر سبز زیلون تئاتر میگفتن در یک روز 2 سیانس کنسرت میدادن. همین چیزا با ما شاهد هستیم. بعد بعضی سرودا داشتن که بسیار مردم طلب میکردن، خصوصا زبیده، من همین سرودا بسیار مردم رقص میدید. چیزی که دیدیم و ندیدیم، شکاری کردیم نکردیم، همشه با یاردم شما قناعت بده، به شما یگام کار کرده نمیشد، یگام قدم زده نمیشد. همه همراهی شما قدم زدیم. ما هر چیزی که ما شده باشیم از روی صنعت شما شدیم. زنده باشید. صنعت شما با مصلحت های شما زنده دائم سربلند باشه، خانه آباد باشه استاد. زنده باشید. برادرای عزیز، هنرمندان اصیل، به همتان سر تعظیم، صدقه قدماتان، صدقه توجه و ترحماتان خوش آمدید. قدماتان نوری دیده من، تاج سر من، تا دنیا باشد برادرای خوبم.